اگر تازه به تورنتو میخوای بیای و میخوای بدونی قیمت پوشاک توی این شهر چطوریه، پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. برای خرید تیشرت برندهایی مثل این H&M که پشت سر من هست میتونید مثلا تیشرت حدود $20 $30 خریداری کنید. اما اگر برندهای لاکچری تر و لوکس تری میخواید مثل رالف لورن یا باس، از حدود $100 به بالا باید هزینه کنید. برای خرید شلوار جین میتونید به فروشگاهی مثل لیوایز یا زارا مراجعه بکنی و با حدود $100 اینطورا میتونی شلوار جین خوب بخری. اما اگر دنبال برند لوکس تری مثل دیزل هستی، حدود $150 به بالا باید هزینه بکنید. برای خرید کفش میتونید برای کفشایی مثل نایک یا اسیکس حدود $150 به صورت اوریج هزینه بکنید. اما مهمترین چیز به خصوص توی زمستون خریدن بوت هست. حتما دقت کنید بوتایی که می‌خرید واترپروف باشن و تا مثلا حدود منهای 30 درجه هم کاور بکنن. اونها از حدود $250 به بالا هستن. یکی دیگه از خریدهای مهمی که شما باید بهش توجه بکنید خریدن کاپشن هست، به خصوص توی فصل زمستون. برندهایی مثل کانادا گوس حدود $800 تا $1200، اما با قیمت مناسب تر اگر می‌خواید میتونید برندهایی مثل نورس فیس یا کلمبیا بخرید، حدود $400 $500 $300 میتونید یک کاپشن بسیار خوبی برای فصل زمستون بخرید. اگر دنبال برندهای خوب می‌گردید و می‌خواید تخفیف هم روش خورده باشه، فروشگاهایی مثل وینرز فروشگاهی هستن که اکثر برندهای خوب رو با تخفیف خوب به شما ارائه می‌کنن. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. حالا شما توی کامنت‌ها بهمون بگید چقدر برای پوشاک هزینه می‌کنید و از کدوم برندها بیشتر خرید می‌کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید با دوستان خودتون به اشتراک بذارید.